روزنامه آواز سمرقند برای من روزنامه این تقدیرساز است، تقدیرساز حیات من است، چون که من توسط همین روزنامه در سمرقند موقع یافتم، در سمرقند صاحب آبرو گردیدم. اگر کمی هم باشد به خلق اگر شناسانده باشد همین روزنامه مرا شناساند. سال 2000 سال بود من بار اول وقتی که به سمرقند آمدم از دکان‌های روزنامه فروشی سراغ کردم که روزنامه با نام آواز سمرقند هست و این روزنامه رو گرفته با همین منزل من به اداره رفتم. باور کنید این خاطره ها من 25 سال شده است و در آنجا سرمحرری همان وقتی مجله شادروان غفور جان محمودوف بعد از صحبت های طولانی مرا به کار دعوت کردند و همین یک بهانه شد و من به سمرقند آمدم و 25 سال است که من در همین هوای سمرقند، در همین میدان ادبیات سمرقند من امروز جای موقع خود را یافتم. همه این توسط آواز سمرقند است، زیرا این روزنامه یک روزنامه است که پیوندگری خلق ها است، پیوندگری ادبیات ها است و روزنامه است که ایجادکاران زیادی را معرفی نموده است و این یک مجله است که نه فقط یک مجله سیاسی، یعنی که یک منبری حاکمیتی ولایت و شورای نمایندگان خلق ولایت سمرقند، بلکه در برابر همین یک منادی صلح است و ترغیبگری ادبیات است، ترغیبگری معرفت است و همین رسالت خود را امروز هم با یک سری بلند جماعی این روزنامه ادا نموده ایستادند. من از موفقیت های این روزنامه شاد هستم، چون که هر هفته هیچ نباشد یک تدبیری معنوی معرفی دارد. در برابر این در همین روزنامه امروز جوانان زیادی که به ایجاد سر و کار دارند، جوانان زیادی که امروز ایجادکارهای جوان هم جلب شدند، مکتب مهارت دارد و خط کنندگان مکتب مهارتی روزنامه آواز سمرقند در تمام سراسر جمهوریتمان امروز در روزنامه ها، در مطبوعات های دوری فعالیت دارند و این باعث خوشنودی است، چون که سمرقند تا هنوز آواز دارد، پرستوهایی در پرواز دارد. بر ریگستان آن رفتم زمانی که برج و باره آن راز دارد. این آواز ما میگذار آواز ابدی باشد و از هر یک گوشه سمرقند آواز ما شنیده شود.